بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، روز 12 ربیع الاول سال فیل و عیناً روز حادثه فیل موافق به 20 اپریل به قول 22 اپریل سال 571 میلادی بین دمیدن صبح صادق و طلوع آفتاب بهترین فرزند آدم و سید خلق در مکه مکرمه به دنیا آمدند. پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام صاحب نسب عالی بودند. بابایشان روز هفتمی تولدشان ختم نکرد. این روایت صحیح تر است گفتند و آن روز محمد نام گذاشتند و نام محمد در بین عرب ها نبود. بنابراین وقتی پرسیدن که برای چی نامی بیگانه ماندی، یعنی نامی که در عائله تو هست نگذاشتی، بابایشون که من میخواهم که این را هم اهل آسمان مدح و ستایش کنن هم اهل زمین، بنابراین محمد نام گذاشتم. و این نام محمد و نام احمد در قرآن کریم ذکر شده است. محمد رسول الله و در جای دیگر اسمه احمد، یأتی من بعد اسمه احمد. این نام ها در قرآن ذکر شده است.